سلام، من معین هستم. از 15 سالگی تا 20 سالگی در هفته حداقل یک بار میرفتم روستا، به پدر بزرگم سر میزدم. از شهر تا روستا حدوداً 2 ساعت راه بود و پدر بزرگم علی محمد خیلی وقت بود که تنها زندگی میکرد و در بین تمام نواهایی که داشت با من خیلی خوب بود. برای همین از طرف عموها و عمه‌هام این کار به من سپرده شده بود. اونا معمولاً تو طول هفته میرفتن روستا بهش سر میزدن و منم معمولاً آخر هفته ها با سفارشای پدر بزرگم با اتوبوس میرفتم سمت روستا تا هم وسایلای مورد نظرشو به دستش برسونم، هم تو کاراش بهش 1-2 روزی کمک کنم و برگردم. اگه بخوام باهاتون صادق باشم، علی محمد پدر بزرگم به هم قولی زمینو داده بود و همیشه به هم میگفت معین بابا یه فلان زمین کشاورزی رو به تو میدم تا تو زندگی دست خالی نباشی. اینم بگم که پدر بزرگم اخلاقای خیلی خاصی داشت و کنار اومدن باهاش سخت بود، اما من میفهمیدمش و باهاش به راحتی کنار میومدم. من چند تا از خلقیات خاص پدر بزرگ خدا بیامرزم رو براتون میگم تا بهتر متوجه صحبتم بشید. از زمانی که زن علی محمد به رحمت خدا رفته بود، از نظر ظاهری اصلا ناراحت بودنشو بروز نمیداد. حتی چند نفری از اهالی روستا پشت سرش صفحه گذاشته بودن که علی محمد از مرگ همسرش نه تنها ناراحت نیست بلکه خوشحالم هست. ولی من بارها دیده بودم که یاد مادر بزرگم افتاده و نتونسته ناراحتیشو کنترل کنه و از کنارم دور شده. یکی از خلقیات دیگه علی محمد این بود که هر کسی رو به خونه خودش راه نمیداد. مثلا 2 تا از زنموهام رو به هیچ وجه تو خونش راه نمیداد. اون تابستون و زمستون توی اتاق میخوابید که حالت صفه داشت و درب نداشت. علی محمد 5 تا کارگر داشت که مخصوص بذر پاشیدن بودن و غیر از اونا به هیچ کس اجازه نمیداد براش روی زمیناش کار کنن. و حتی 2 تا از اون کارگراش سنشون از علی محمد هم بیشتر بود. یه بار گفتم پدر بزرگ 4 نفر جوانتر بیار، اینا تا بخوان بذر بپاشن همه اهالی بذر پاشیدن و کل محصولشون رو فروختن. خیلی راحت بهم میگفت غلط نکن، خودم بهتر میفهمم. به هر حال اون مجموعاً با تمام خوبیاش و بدیاش مرد مهربونی بود. الان که بهتر میتونید جو اونجا رو تصور کنید، پس بریم سراغ کلید خوردن اون ماجرای ماورایی. پدر بزرگم هیچ زمان نمیذاشت من بیشتر از 2 شب پیشش بمونم. میگفت من دیگه کاری ندارم، برو خونه خودتون به کارات برس و تا هفته بعدم میگفت چی براش باید بخرم و ببرم. یه بار که رفته بودم پیش علی محمد، حس کردم رنگ صورتش کبود شده. پیگیرش شدم ولی گفت چیزی نیست. مثل همیشه وسایلی که براش خریده بودم و جا دادم و متوجه شدم وقت راه رفتن قدری هم لنگ میزنه. قصد داره اینو از من پنهان کنه. زیاد نمیشد سوال پیشش کرد و قدری هم که گذشت بهم گفت معین میخوای تا دیر نشده برگردی شهر؟ گفتم نه، میخوام پیشت بمونم. با اینکه خوشحال شد ولی به رو نیاورد. گفتم چت شده علی محمد؟ میخوای منو بفرستی خونه؟ کاری کردم، چیزی گفتم به پر قبات برخورده؟ گفت نه، برای خودت گفتم، هوا اینجا خیلی سرده. گفتم اشکال نداره، من عادت دارم. خدمتتون عرض کنم که شب شد. در کمال تعجب دیدم رخت خوابشو انداخت تو اتاق. به خدا دیده بودم که برف می اومد و علی محمد تو صفه خوابیده بود. بازم حرفی نزدم. اون شب من با پدر بزرگم وقت خواب 5 قدم فاصله داشتم. دیدم زمان خواب قرآن و بوسید گذاشت بالا سرش. کارهایی می دیدم از علی محمد که تا به اون روز ندیده بودم. بهم گفت حواست به من باشه، سبک بخواب. شنیدن این حرفا از علی محمد عجیب و غریب بود. آدمی که کلی زمان چوپانی تو کوه و بیابون خوابیده، کلی شبا سر زمین رفته برای آبیاری، چندین سال تنها زندگی میکنه بدون زن تو خونی درن دشت. بهش گفتم چشم، ولی به خودم گفتم نکنه پدر بزرگم روزای آخر عمرشه، داره چیزایی میبینه. راستش هنوز نخوابیده بودم که بیهوش شدم و چیزی نفهمیدم، ولی با صدایی بیدار شدم. من وقتی چشم باز شد پشتم به علی محمد بود. یکم که حواسم اومد سر جاش، صدای علی محمد می اومد که می گفت
غلط کردم، شکر خوردم. این بار از اشتباه من بگذر. من قصدی نداشتم. اگه باهاش حرف زدم، تو که خیلی ازش بهتری. مگه من میتونم بیخیالت بشم؟ به خودم گفتم داره خواب میبینه. خواستم بچرخم سمت علی محمد و صداش بزنم. به یک باره صدای تیز و عجیبی گفت من تو رو میشناسم. تو بهش نظر داری. تو خیال کردی من متوجه نمیشم. شنیدن این صدا نشون میداد خواب نمیبینم. یکی کنارشه. حالا به قدری صدا ترسناک و عجیب بود که من جرئت نداشتم بچرخم سمتش. بعد صدای داد و هوار علی محمد رفت تو هوا، طوری که انگاری 10 نفر ریختن روش دارن با چوب و چماق اونو میزنن. منم دست و پاهم و بدنم کلن کرخت شده بودن و توان چرخیدن نداشتم. از طرفی جرأتشم نداشتم. بعد از چند دقیقه آه و ناله علی محمد تبدیل شد به ناله های بلند که از سر درد ازش خارج می شد. بدنم آزاد کرد و آروم چرخیدم سمتش. کشیده شده بود وسط رخت خواب و لحاف پرت شده بود سمتی. نشستم تو جام و آروم صداش زدم. با ضعف گفت بلندم کن. برق روشن کردم. جوری جفت کرده بودم که نمیتونستم برم سمتش. مثل شب صورتش سیاه شده بود و چشاش کم فروغ شده بود. تو همون حالت یه تکون محکم خورد و بیهوش شد. اونجا به خودم اومدم و پریدم سمتش. صورتش خیس از اشک بود ولی نفس میکشید. آروم زدم به صورتش. وقتی به هوش اومد کمکش کردم تکیه بزنه به بالشت. نفساش تون تون شده بود و با چشای وحشت زدهش به دور و بر نگاه میکرد. داشت رنگ صورتش برمیگشت و نفساش بهتر میشد. بهش گفتم صداتو شنیدم ولی نتونستم بیام کمکت. جوری زد زیر گریه که منم همراش گریه کردم. گفتم چی شده پدر بزرگ؟ حرف بزن. اون صدا واسه کی بود؟ کی این بلا رو سرت آورده؟ کمی حالش جا اومد بهم گفت خودم این بلا رو سر خودم آوردم. روزای اولی بود که مادر بزرگت به رحمت خدا رفته بود. من هر روز میرفتم سر قبرش. اونجا یه زن رو میدیدم که وسط قبرستون سر یه گور نشسته. هر زمان که من میرفتم اونم اونجا بود. حتی گاهی که زن رو نمیدیدم قد یه چشم به هم زدن، دفعه بعد که به اون سمت نگاه میکردم اون زن اونجا حاضر میشد. اوایل گمان میکردم اون برای روستاهای اطرافه، چون که قبرستون متعلق به 4 تا روستاست. تا اینکه یه روز که رفته بودم قبرستون اون زن با دست بهم اشاره کرد برم سمتش. خودم دوست داشتم بدونم اون کیه. وقتی بهش رسیدم یه زن جوان رو دیدم که خیلی زیبا بود و صورتش زیر اون چادر مشکی مثل ماه بود. گفت من غریبم و زن این مردی که برای فلان روستا بود شدم. چون که خانوادم راضی نبودن الان که مرده جای ندارم. اون زن یه چادر ضخیم سیاه سر کرده بود و زمان حرف زدن با دستش چادر رو روی صورتش میداد بالا و صورتش رو بیرون نمی آورد. گفتم چرا اینجوری چادر سر کردی؟ گفت آفتاب اینجا پوستمو میسوزونه. مثل ماه زیبا بود. گفتم اگه تو رو بخونم ببرم خانواده شوهرت بعد عارض من نمیشن. گفت اونا منو از خونه پرت کردن بیرون. من جلو رفتم و اون پشت سرم. رسوندمش خونه و گفتم ظهر برمیگردم. وقتی پام رسید به خونه اون زن سفره‌ای پهن کرد و گفت علی محمد بشین. تعجب کردم از اینکه اسم من رو میدونه. نشستم. دیدم سفره‌ای که پهن کرده متعلق به این خونه نیست. بعد یک کاسه نمک آورد گذاشت جلوم. گفت اگه میخوای باهات بمونم قدری نمک بخور و من برای همیشه مال تو میشم. من ناخونمو زدم تو نمک و قدری خوردم و به یک باره شعله شهوت سر تا پای منو در بر گرفت. اون از من قول میگرفت و من به خواست خودش برای هر تایید قدری نمک میخوردم و شهوتم ثانیه به ثانیه بیشتر میشد. خلاصه اون موند و باهاش زندگی کردم. از یه طایفه از اجنه بود که انگاری واقعا عاشق انسی شده بود و از طایفش طرد شده بود. زیبایی اون رو تو صورت هیچ زنی تا به امروز ندیدم. اما هر روزی که میگذشت
اون زن بیشتر از قبل روی من حساس میشد، طوری که بهم میگفت بعضیا رو به خونه خودم راه ندم و روز به روز سختگیریاش بیشتر میشد. حالا بعد از این همه سال داره من رو محکوم میکنه به خیانت، در صورتی که من فقط به سوال عذرا خانم جواب دادم. ولی اون به خشم اومده و دست بردار نیست. هر شب رخ نشون میده و به من صدمه میزنه. در حدی از حرفای علی محمد تعجب کرده بودم که دستشو محکم گرفته بودم و فشار میدادم. گفتم باید چیکار کنی؟ گفت هیچی، نباید از اون نمکو میخوردم. الان که خوردم باید تحمل کنم. بعد یه اسمی به زبون جاری کرد و گفت بارها اونو واسطه کردم ولی به حرفش گوش نمیده. گفتم اون کیه؟ با گریه گفت دختر یکی از اون جن دارم. من از تاب هیجان و ترس بلند شدم و به دور اتاق قدم رو میرفتم. گفتم پاشو از اینجا بریم شهر. ولی اون قبول نکرد و گفت اون زن هر کجا برم میاد دنبالم. شاید با تنبیه هم دلش خنک بشه و بیخیالم بشه. اگه شما هم جای من بودین و این حرفا رو از زبان فردی مثل علی محمد میشنیدین، بدون شک چاره‌ای جز باور کردن نداشتین. روز بعد علی محمد با ضعف بیشتری قدم برمی داشت. من نه وجدانم اجازه میداد بیخیالش بشم، نه جرأت موندن رو داشتم. که ای کاش تنهاش گذاشته بودم. به خدا قسم شب چشم رو هم نذاشتم و یک کوب نگاه هم به پدر بزرگ بود تا بلایی سرش نیاد. حتی یه چاقو هم دستم بود و منتظر هر چیزی بودم. اما به یک بار علی محمد بیدار شد و بهم گفت معین بیداری؟ گفتم آره. گفت اگه خدا بخواد امشب سر و کلش پیدا نمیشه. بعدم پا شد بره دستشویی. گفتم میخوای باهات بیام؟ گفت نه، خودم میرم، زود برمیگردم. چند دقیقه بعد یه صدای بلند به گوشم خورد. بدون لباس پریدم بیرون. علی محمد رو میدیدم که جلوم پخش زمین شده بود. از پشت بوم خودشو پرت کرده بود پایین، یا بهتره بگم عشقش از پشت بوم اونو پرتش کرده بود پایین. ساعت 3:30 شب بدون لباس پریدم تو روستا و داد و فریاد کردم. متاسفانه در جا علی محمد مرده بود و من چپ و راست توسط آگاهی و پلیس بازجویی می شدم، تا اینکه جنازه رو کالبد شکافی کردن و چیزایی فهمیدن که بیخیال من شدن. روز خاک سپاری وقتی همه رفتن سر گور پدر بزرگم ایستاده بودم و داشتم بهش میگفتم رازت پیشم میمونه. صدایی از پشت سرم شنیدم که گفت اون روی عذرا نظر داشت و من خلاصش کردم. بهم قول داده بود خیانت نکنه. همون صدایی بود که اون شب شنیده بودم. مستقیم بدون اینکه پشتم رو نگاه کنم شروع به دویدن کردم و از اون روز دیگه همش از راه دور براش فاتحه میفرستم و خیرات میدم.